در مورد این بیزنسی هم که ما داریم انجام میدیم خیلی دارن این حرفو میزنن، نمیتونن تصمیم بگیرن، دنبال این هستن که یکی تاییدشون بکنه، دنبال این هستن که حتما یکی پوششون بکنه، هولشون بده و بعدم اتفاقی افتاد بگه تو کردی، تو مسئول هستی و الان من اینجوری هستم. نه، جسارت داشته باشین، شهامت داشته باشین، زندگی دست خود شماست، شما باید تعیین کننده باشی، کسی نمیتونه بیاد برای شما تعیین بکنه. این بیزنس جزو اون بیزنسایی هستش که از لحاظ بیزنس‌های آنلاین جزو تاپ ها هست. بیزنسی هستش که شما از خونه داری انجام میدی، جزو بیزنس‌های خونگی حساب میشه. هیچ وسیله و ابزار گرون قیمت رو نباید بری براش تهیه بکنی، چون داریم هممون تو خونه، همین تلفن هست و لپتاپ و خط اینترنت که هممون الان تو دسترسمون داریم. آموزش‌های بسیار خوب شما داده میشه، نحوه درآمدزایی از سوشال میدیا بهتون یاد داده میشه. یه منتور دائما در کنار شماست که توی مشکلات برای حلشون در کنارتون باشه، شما هیچ وقت تنها نیستین. اگر میخواین وارد این بیزنس بشین معطل نکنین، دوره آزمایشی برای آدمایی مثل شماست که بیاین ببینین، تحقیقاتتون رو کامل بکنین و تو این دوره آزمایشی بفهمین که اصلا هم با خودتون چندین و همین که این بیزنس داره چیکار میکنه، برای چی درآمدها انقدر خوبه، برای چی آدما انقدر خوشحالن تو این بیزنس،